بنا به شمارش تقریبا نصف آوازهای انتخابات پرزیدنتی افغانستان، سابق وزیر کارهای خارجی این کشور عبدالله با کسب بیش از 44% آرا در مقام اول قرار داشته، رقیب اساسیش اشرف غنی احمدزی با بیش از 33% رای ها در جای دوم قرار دارد. دکتر عبدالله گفته است در صورت ضرورت به دور دوم انتخابات پرزیدنتی آماده است. اما رقیب اساسی او در این باره چی نظر دارد؟ در عرفه اعلان نتیجه های پیشکی روز یکشنبه در یک صحبت ویژه، رادیوی آزادی از اشرف غنی احمدزی، یکی از داوطلب‌های اساسی کرسی ریاست جمهوری افغانستان و سابق وزیر مالیه این کشور، پرسید که آیا بعد آوازدهی 5 اپریل با رقیبانش و یا پرزیدنت کشور ملاقات کرده است؟ من با پرزیدنت افغانستان درباره شفافیت انتخابات صحبت کردم. من با پرزیدنت افغانستان به خاطر بی‌طرفی‌اش در انتخابات و تامین امنیت در این معرکه مهم ملی میnnت‌داری ابراز کردم. گفتم امیدوارم که بی‌طرفی مقامات حفظ می شود و کمیسیون مستقل انتخاباتی کار خود را آرامانه ادامه خواهد داد. در انتخابات گذشته پرزیدنتی سازش حاصل شده بود و داوطلب‌ها از دور دوم دست کشیده بودند. ولی اشرف غنی احمدزی میگوید این دفعه معیار قانون انتخابات باید اجرا شود. قانون انتخابات خیلی هم واضح است. 2 نامزد پیشدست باید در دور نهایی آوازدهی سبقت کنند. آرزو دارم که در دور اول پیروز شوم، ولی اگر دور دوم ضرور شد، ما به اجرای کامل این قانون حاضریم. مردم افغان باید انتخاب داشته باشد. وقتی داوطلب بسیار است، تشخیص نامزد پیروز دشوارتر است. در سبقت 2 نفر پیروزی یکی از نامزدها آشکارتر نمایان می شود و ما برای اصلاحات وکالت خواهیم داشت. در برابر آن ما جانبدار تشکیل حکومت قاعده وسیع هستیم که در آن تمام طبقه های مردم افغان نمایندگی داشته باشد. طبق نقشه، نتیجه های نهایی دور اول انتخابات پرزیدنتی افغانستان 14 می اعلان می شوند.